امروز میریم سراغ پادشاهی از قرن 15 که قدرتش توی کلماتش بود، نه شمشیرش. بیایم با داستان جهانشاه، رهبر قدرتمند قره‌قیونلوها بیشتر آشنا بشیم. خب، برخلاف حاکم‌های زمان خودش که زبانشون جنگ بود، جهانشاه یه راه کاملاً متفاوت رو انتخاب کرد. اون فقط یه فاتح نبود، رهبری بود که به جای امپراتوری دنبال ساختن ارتباط بود. نفوذش انقدر زیاد بود که حتی بزرگترین پادشاه‌های اون دوران هم تحسینش می‌کردن. جالب بدونین سلطان محمد فاتح توی نامه‌هاش چطوری جهانشاه رو خطاب می‌کرد. این لقب والد اعظم نشون دهنده یه احترام خیلی عمیق و شخصی بود، فراتر از دیپلماسی رایج. با این عنوان به نفوذ گسترده‌اش بین فرهنگ‌ها و مردم مختلف اعتراف می‌کردن. پس می‌بینین که شهرتش بیشتر به خاطر رهبری فرهنگی و فکری بود تا قدرت نظامی. اینا فقط لقب‌های توخالی نبودن، گواهی بودن بر جایگاه بی‌نظیرش تو جهان اسلام اون روز. حالا بیایم ببینیم این دیپلماسی توی نامه‌های واقعیش چطور کار می‌کرده. جهانشاه از زبانی شاعرانه استفاده می‌کرد تا روابط سیاسی رو مثل یک دوستی ابدی نشون بده. محمد فاتح بعد از فتح قسطنطنیه یه نامه مفصل برای جهانشاه فرستاد. اون با شرح جزئیات این نبرد تاریخی در واقع به جهانشاه احترام می‌گذاشت. این جزئیات نشون میده که این پیروزی رو به عنوان یک لحظه مهم مذهبی هم باهاش شریک شده. حتی نامش رو با شعر تموم کرد که نشونه ارزش‌های فرهنگی مشترکشون بود. خب، چرا داستان جهانشاه امروز مهمه؟ چه درسی میتونیم ازش بگیریم؟ میراثش یک الگوی قدرتمند از رهبری بر پایه احترام، خرد و فرهنگه. رویکرد اون میراثی رو به جا گذاشت که هنوزم در تاریخ دیپلماسی زنده است. داستان جهانشاه ما را به فکر فرو میبره که قدرت واقعی واقعاً چیه. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای بارش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. بارش سسی، سیزین سسی نیست.